دیگه کولر آبی نخر، کولر گازی هم نخر، باد بزنم نخر. این جدیدترین، کم مصرفترین و پرتوانترین کولر ایرانه. اسمش سوپر کولر هوشمند تهویه البرز. حداقل تا 100 متر پرتاب باد داره. خنکیش 2 تا 3 برابر کولر آبیای معمولیه، ولی مصرف برقش تا 70% کمتره. با یه پنل خورشیدی میتونه به راحتی روشن بشه و کار کنه. تو این بی برقی هم اصلا نگرانش نباشی، میتونین خنک با این کولر بمونی. بدنش پلیمری خیلی محکمه دیگه، داغ نمیکنه مثل بدنهای آهنی و راندمانش پایینم نمیاد. چون پوشال و تسمه و فولیو یا تاقان نداره، نیاز به سرویس سالیانه نداره. پدش سلولوزیه که هر 5 سال باید عوض بشه به راحتی. یه دونه فیلتر هم داره که اصلا جونور داخلش نره. به جای یه دور کند و تند 100 تا دور مختلف داره. کاملا موتورش PLC هوشمنده، به موبایلتون هم وصل میشه و میتونین از راه دور کنترلش کنین. 2 سال گارانتی داره، نصبش هم رایگانه. برای اطلاع از قیمتش کلمه کولر رو کامنت کن و تجهیزمند رو دنبال کن.